بینندگان عزیز و گرامی، سلام دوباره به شما. خوش آمدید به برنامه جدید. پروفسور جان میرشایمر، نظریه پرداز معروف امریکایی، در تازه ترین مصاحبه که با تام سویتزر انجام داده. تام سویتزر البته یک نویسنده سیاسی استرالیایی است که یک کانال تصویری هم داره که مصاحبه های سیاسی انجام میده. با جان میرشایمر مصاحبه انجام داد دمی اواخر، و جان البته بیشتر تمرکز حرفش بر امی دیده اقتصادی اسکات بسنت و ترامپ بود. و جان میرشایمر امو تو صاف و ستره گفت که این دیده به طور کلی شکست خواهد خورد. خب تام سویتزر بسیار ساده از پیشش پرسید که آیا این دیده اقتصادی یا امو روز سرنوشت ساز، گفته آیا کارساز خواهد بود علی ایران؟ گفته که جان میرشایمر گفته که نه، من فکر نمیکنم که کارساز باشه. امریکا و اسرائیل به وضوح یک تهدید وجودی برای ایران محسوب می شوند. بنابراین برای تسلیم کردن ایران شما مجبور خواهید بود که مقادیر باور نکردنی از درد و رنج بر اونا تحمیل بکنید. چرا؟ گفتم من باز هم میگم که اونا در اینجا برای جان خود می جنگن، یعنی ایران وارد یک جنگ حیاتی شده و چیز به نام عامل بازدارنده یا تسلیم کننده اینجا مطرح نیست. اونا آماده هستند تا آخرین نفر بجنگن. معنای جان میرشایمری است. و گفته که خب چون ایران در یک جنگ حیاتی قرار داره، تمایل طبیعی زمانی که با یک تهدید وجودی روبرو میشوید جنگیدن تا پای جان است. بنابراین سطح مقاومت در ایران گفته بسیار بالاست. و گفته این نقطه اول حرفم است. نقطه دوم در جواب این سوال گفته ای است که ما تا کنون دو محاصره علیه ایران داشتیم. یکی از 13 اپریل تا 18 جون، تا 17 جون البته، که ادامه داشت و سپس پایان یافت که بعد از اون تفاهم نامه بود که یک دوره دوباره بین دو طرف یک کم نرمی آمد و محاصره شکست. و سپس گفتم ما محاصره دیگه را سر گرفتیم که از 14 جولای آغاز شده و تا میال ادامه داره. و گفته که نتیجه است که محاصره جواب نداده، نه این محاصره و نه اون محاصره قبلی. و از آنجا که ما هیچ گزینه نظامی دیگری گفته نداریم، ترامپ تصمیم گرفته که فشار در بخش اقتصادی افزایش بده. سوالی که باید از خود بپرسید این است که آیا فکر میکنید که دولت میتونه با موفقیت ایران از تجارت با چین یا روابط اقتصادی با چین قطع بکند یا خیر؟ همین امر در مورد روسیه نیز صدق میکند. و بیاید گفته به امارات متحده عربی هم یک نگاهی بیاندازیم. گفته امارات متحده عربی یک کشور آسیب پذیر است، از نظر نظامی قابل دفاع نیست، یک تجربه خراب جنگی با ایران داشته و در موقعیت قرار نداره که ایران تحریک به حمله به خود بکنه. امارات متحده عربی را در گفت که فشار داده امریکایی‌ها که رابط تجاری قطع بکنه. و گفته که چینی ها قبلا گفتند که ما همکاری خود با ایران قطع نمیکنیم و با شما هیچ در علیه ایران کدام اقدامی نمیکنیم. و گفته که روس هم قرار نیست که با ما همکاری بکنن علیه ایران. دو گفته که مسئله روس ها ضرورت نیست که زیاد تعریف شود. خب جنگ اوکراین از دیگه روس ها با امریکا فعلا درگیر هستند. جان میرشایمر میگه که واقعیتی است که ما نه تنها برای ایران یک تهدید مرگبار هستیم، بلکه برای چین و روسیه هم یک تهدید مرگبار محسوب میشویم. و چین و روسیه منافع مسلم در پیروزی ایران در این جنگ علیه امریکا دارند. بنابراین گفتم ما این دو شریک تجاری بسیار قدرتمند ایران شکست داده نمیتونیم. گفته که پیام تهران به امارات هم بسیار روشن است. اگر به تحریم های امریکا بپیوندید و روابط اقتصادی با ایران قطع بکنید، با واکنش شدید روبرو خواهید شد. ایران هشدار داده که توان هدف قرار دادن بنادر، پالایشگاه ها و زیرساخت‌های حیاتی امارات دارد و اجازه نخواهد داد که این کشور بدون هزینه در خفگی اقتصادی ایران مشارکت بکنه. و به همین دلیل بعید است که امارات به سادگی تمام روابط اقتصادی خود با ایران قطع بکنه، چرا که اگر این کار بکنه احتمال تلافی ایران و تشدید بحران وجود داره. تام سویتزر بعدا یک سوال دیگر هم میکنه، میگه خب بسیار خوب، شما به روسیه و چین و امارات اشاره کردید، اما در مورد عراق و ترکیه و پاکستان چطور؟ و گفته که منظور می است که آیا این شراکای تجاری ایران نیز در برابر تهدیدات ترامپ آسیب پذیر نیستند؟
جان میرشایمر در مورد عراق و پاکستان اظهار نظر نکرد، ولی گفت که من از ترکیه بر شما میگویم. گفتم میدانید که ترکیه یک کشوری است که در اونجا بسیار سخت زیر تیررس و یک نوع آسیب شناسی اسرائیل آمده. گفت اسرائیل اونجا یک کشوری است که سلاح خود به طرف همگی نشانه گرفته، خاصتا در این اواخر گفته که شما میبینید که تمو سمت سلاح را به طرف ترکیه کردن و اگر شما گفته ترکیه باشید، آخرین کاری را که میخواین انجام بدین در این مقطع زمانی خاصتا این است که شاهد سقوط ایران باشید. چرا؟ گفته شما درک میکنید که به محض سقوط ایران اسرائیلی ها سلاح خود به سمت شما در ترکیه نشانه خواهند رفت. اگر شما ترکیه باشید، آخرین چیزی که میخواهید ببینید سقوط ایران است. بنابراین شما یا به صورت آشکار یا پنهانی به ایرانیا کمک خواهید کرد. جان میرشایمر سوال کننده را میگه که به عنوان ترکیه را شما خود در جای ترکیه قرار بدین و ببینید که چگونه ایران یک عامل بازدارنده و دفاعی است در برابر اسرائیل که حتی امنیت ترکیه و آینده ترکیه وابسته به پیروزی و استادگی ایران است. بنا شما به عنوان یک کشوری که خطر متوجه هستین، خطر تهدید اسرائیل و عامل مهارش هم شناسایی کردین، شما عامل مهار دشمن خود از میدان نمی بردارین. خب جان میرشایمر درباره شکاف میان روها و جریانهای تندرو در ایران هم صحبت کرده. البته این صحبت با سوال شروع شد از تام سویتزر که گفت که رئیس جمهور و رئیس مجلس ایران گفتند که کشور باید برای پایان جنگ و احیای اقتصاد آسیب دیده تمرکز بکنند و این موضوعی است که یک نوع مقاومت در برابر جریانهای تندرو تلقی شده و اشاره کرده به حرف باقر قالیباف که میگه، او گفته که قدرت نظامی بدون رفاه مردم، گردش مالی و رشد اقتصادی به پیشرفت کشور منجر نمیشود و گفته که این سخنان نشان میده که رهبران ایران از فشار شدید اقتصادی و خوبی آگاه هستند. جان میرشایمر گفته که هیچ شکی در این باره وجود نداره که فشار اقتصادی بر ایران آمده و این تو یک جریانات مخالف یا منتقد هم به وجود آمده در داخل ایران. اما چیزی که باید از خودت بپرسی ای است که چه کسی در اینجا قطار هدایت میکنه، یعنی راننده اینمی قطار به نام ایران اصلا کی است؟ و پاسخ ای است که این آدما قطار هدایت نمیکنن، رئیس مجلس و رئیس جمهور در ایران یا گفته نیستن، قطار گفته تندروها اداره میکنن و هدایت میکنن که تندروها البته معنایش حرفش سپاه پاسداران است و نام هم برده. گفته اونجا افرادی است مانند جنرال رضایی، محسن رضایی را میگه و دیگه کسانی که همه کاملا گفته درک میکنن که مذاکره با امریکا وجود نداره، خطرناک است و خود میرشایمر هم میگه که من کاملا موافق هستم که هیچ مذاکره با ایالات متحده نباید وجود داشته باشد و گفتم من فکر میکنم که میانه روها در ایران با رئیس جمهور و رئیس مجلس اشتباه میکنن. گفتم من فکر میکنم وقتی شما با امریکا و اسرائیل سر و کار دارید، شما هیچ سازشی نباید بکنید، شما کاملا روشن کنید که در یک بازی بسیار سرسختانه افتاده و تا پای جان باید بجنگید. این بازی درون و بیرون نیست. در غیر این صورت گفته امریکا و اسرائیل از شما سوء استفاده خواهند کرد و اونا میخواهند که ایران نابود بکنن. با کسی که میخواد شما را نابود بکنه سر سازش وجود نداره، باید تا پای جان جنگیده شود و این میجاست که میگه که سپاه پاسداران و همین جریاناتی که جنگ طلب هستن علیه امریکا و اسرائیل در ایران، گفته اینا شناخت بهتری دارن از امریکا و اسرائیل و اینا میفهمن که چی میکنن. و ضمناً اگر به یادداشت تفاهم 17 جون نگاه بکنید، این توافقی بود که در آن بندهای وجود داشت که هر دو طرف از پیش با آن توافق کرده بودند، اما قرار بود همه چیزهای دیگر در یک دوره 60 روزه مذاکره شود که گفت این کار نشد. این کار به خاطر نشد که امریکایی‌ها دوباره می تفاهم نامه‌ای که میانه روها آماده کرده بودند زیر پا گذاشت و دوباره بر ایران حمله کرد. اکنون گفته ایرانیان میگویند که هیچ مذاکره در کار نخواهد بود.
و گفتند که ما تک تک چیزهایی را که درخواست کرده بودیم پیشا پیش میخواهیم قبل از اینکه تنگه هرمز باز شود. البته اشارهش به مطالبات ایران است. ایران گفته که حالا دیگه آتش بس نیست، اول همون 14 بند تفاهم نامه که تو امضا کردی او را اجرایی بکو، باز بعد از اون ما تنگه هرمز باز میکنیم. جان میرشایمر میگه که با بازگشت به یادداشت تفاهم ابدیجون اونا حاضر بودند که تنگه هرمز باز بکنن و سپس در مورد تمامی اون مسائلی که اکنون تقاضا دارند باید قبل از باز کردن تنگه حل و فصل شوند مذاکره کنند. ایرانی ها گفته یاد گرفتن که شما نمیتوانید با امریکا سازش بکنید. ایران حالا فهمیده که اول ما حق خود بگیریم بعد از او بر از امتیاز بدیم. معنای گپ جان میرشایمری است و او تفاهم نامه که گفته امضا شده، ایران او تفاهم نامه را سر از اینا تحمیل میکنه، چرا که بدون از او دیگه تنگه هرمز باز نمیشه و بحران جهانی ادامه پیدا میکنه. و در آخر هم گفته که ما فکر میکنیم که از دیدگاه ایران و نه از دیدگاه ما بلکه از دیدگاه ایران شما در این مقطع زمانی نمیخواهید هیچ امتیازی برای امریکا بدهید. در همین حال گفته بدون از اینکه اونمو شرایط ایران پذیرفته نشده باشه شما هیچ امتیازی را به امریکا نمیدید. و میخواهد جان میرشایمر چیزایی را مطرح کرد از این قبیل و حرف اصلی چی است که اول خود گفت که دیده اقتصادی کاملا شکست میخوره، یک پروسه ناکام است. همون رقمی که عباس عراقچی هم گفته بود که ما این فیلم از یاد دیدیم در 47 سال کهنه شده و ما هم پیر شدیم. و دیگه گفت که سپاه شناخت دقیقی از امریکا و اسرائیل داره، بنابراین جنگ به درستی هدایت میکنه. بر علاوه از اینکه آل بند شدن این جنگ، بند شدن بحران، متکی به این است که امریکا اونمو شرایط ایران اول بپذیره، اجرایی بکنه و بعدا ایران تنگه هرمز باز بکنه. و این به خاطر است که ایران فهمیده که باید بزور از اینا حقشانه بگیرن، نه با مذاکره که برخی از جریانات در ایران هنوز هم پشت مذاکره را گرفتن. خب این بود حرفای پروفسور جان میرشایمر، یکی از نظریه پردازان معروف امریکایی در مورد اوضاع فعلی جنگ بین ایران و امریکا و همین بازی رسانه‌ای جدید به نام دیده اقتصادی اسکات بسنت. تا برنامه بعدی شما را به خداوند میسپارم.